درود به شما دوستداران فلسفه. امروز میخوام یه داستان براتون تعریف کنم. اگر حوصله کردید تا پایان داستان همراه من باشید، چون قراره یه نتیجه فلسفی ازش بگیریم. مردی زودتر از خانمش از خونه زد بیرون و نشست تو ماشین. قرار بود برن خونه پدر و مادر همسرش. تو گوشیش کمی ویدیوهای اینستاگرام رو بالا پایین کرد، بعد یه نگاهی به ساعت انداخت و متوجه شد که داره دیر میشه. برگشت داخل خونه و دید همسرش تو آشپزخونه ریلکس وایساده داره سیب میخوره. با عصبانیت گفت چیکار داری میکنی؟ بیا بریم دیگه. الان چه وقت سیب خوردنه؟ زن جوان گفت از گشنگی دل ضعفه گرفته بودم. باید حتما قبل رفتن یه چیزی میخوردم. مرد گفت احیانا به فکرت نرسید چون دیر شده سیب تو میتونی بیاری تو ماشین بخوری؟ تو ماشین که نشستن راه افتادن، مرد با همسرش با سردی صحبت میکرد. زن میدونست شوهرش به خاطر اینکه کمی تأخیر داشتند ناراحته. بهش گفت حالا نیم ساعت دیر برسیم که آسمون به زمین نمیاد. شوهرش پاسخ داد کسی که برای دیگران احترام قائله سر موقع به قرارش میرسه، نه با تأخیر. چند دقیقه سر این قضیه یکی به دو کردن و بعد ساکت شدن. اما خیلی زود زن سکوتو شکست و به شوهرش گفت امروز یه روز خوب آفتابیه، بعد یه ماه داریم میریم دیدن پدر و مادرم، بیا اوقات خودمون رو تلخ نکنیم. مرد هم لبخندی زد و گفت درست میگی. بعد موضوع عوض کردن و مشغول صحبت‌های عادی و روزمره شدن. گپ و گفت‌های ساده و صمیمانه‌ای که فقط توی رابطه واقعی و عمیق امکان پذیره. بعد چند دقیقه زن در کیفشو باز میکنه که از توش آدامس برداره. مرد یه نگاهی بهش میکنه و میگه راستی اون فلش مموری رو با خود آوردی دیگه؟ زن لبشو گاز میگیره و مضطرب به بیرون خیره میشه. بعد شروع میکنه تو کیفشو و تو جیبای کتشو گشتن. شوهرش معمار و طراح داخلی ساختمونه. به پدرزنش وعده داده بود که چند تا طرح سه‌بعدی برای بازسازی منزل جدیدشون براش ببره. چند روز قبل تلفنی با هم صحبت کرده بودن و گفته بود همه چیز آماده است. اصلا یکی از انگیزه‌هاشون برای رفتن اونجا نشون دادن این نقشه ها بود که روی اون فلش مموری ذخیره شده بودن. مرد با عصبانیت گفت چطور نمیدونی آوردیش یا نه؟ زن گفت نمیدونم، یادم نیست. یه لحظه آروم باش ببینم پیداش میکنم یا نه. بعد چند لحظه مرد گفت جدی نیاوردیش؟ واقعا که من فقط یه کار ساده ازت خواسته بودم. زن با صدای آهسته گفت وقتی بهم دادیش فکر کنم گذاشتمش روی پیشخون، بعد یادم رفت بذارمش تو کیفم. در واقع هر دو اشتباه میگفتند. مرد خودش اون فلش رو روی پیشخون گذاشته بود. بعد به زنش گفته بود فلش مموری روی پیشخونه، ولی تأکید نکرده بود که باید اون رو با خودش بیاره. در واقع اشتباه از هر دوی اونها بود. مرد بعد از مدتی که زیر لب با خودش غرغر میکرد بالاخره ساکت شد. زن گفت حالا پیش اومده دیگه، میتونیم برگردیم برش داریم. حتی اگه یه ساعت هم دیرتر به خونه پدر مادرم برسیم اشکالی نداره، برای اونا که اصلا فرقی نمیکنه. این زوج جوان واقعا همدیگر رو دوست داشتن. 18 سال بود که با هم ازدواج کرده بودند. همین حالت ریلکس و بیخیال بودن و زندگی و سخت نگرفتن اون زن که حالا علت مشاجره شده بود، از جمله ویژگی هایی بود که ابتدای آشنایی باعث جذاب شدن کاراکترش در نگاه مرد شده بود. برعکس، این جدی بودن و دیسیپلین اون مرد بود که ابتدای رابطه از او در نگاه زن جوان یک شخصیت جذاب ساخته بود. گاهی اوقات آدم‌ها از این جهت مثل آهنربا میمونند، یعنی قطب مثبت و منفی همدیگر جذب میکنند. در بسیاری از روابط اون ویژگی که مثل چسب دو نفر رو به هم وصل میکنه خودش عامل تنش‌زایی هم هست. شاید در کنش و واکنش های روزمره این دو نفر همیشه به نظر نیاد، ولی واقعا عشقی بینشون وجود داره، با اینکه از دست همدیگه هرس میخورند ولی واقعا همدیگه رو دوست دارند. در هر صورت این نه اولین و نه آخرین بار بود که چون این صحنه‌های پرتنشی در رابطه‌شون اتفاق میافتاد. مرد این روحیه پردیسیپلین و سختگیرانه رو از پدرش به ارث برده بود. پدرش ارتشی بود و با فرزندانش مثل سربازان ارتش رفتار میکرد. او به خاطر محیطی که درش بزرگ شده بود براش مشکل بود بپذیره که همه انسان‌ها گاهی اوقات مرتکب اشتباه میشن. چیزی رو فراموش میکنند، حرفی میزنند که نباید بزنند. به قول معروف همه انسان‌ها زمانهای سوتی میدن
این یک امر طبیعیه. نیازی نیست که هر بار به خاطر هر اشتباهی بیرحمانه همدیگر رو سرزنش کنیم. در مسیر برگشت به سمت خونه برای شارژ باتری ماشین در ایستگاهی چند دقیقه توقف کردند. آخه در دورانی که اونا زندگی میکنند دیگه ماشین بنزینی وجود نداره و همه ماشینا برقی اند. به خونه که رسیدن مرد فلش مموری رو از روی میز برداشت و به زن داد. او هم این بار با احتیاط اون رو در کیفش گذاشت. اومدن سوار ماشین شدند که مرد متوجه شد در پوش قسمت شارژ ماشین رو توی ایستگاه شارژ جا گذاشته. شروع کرد با خودش بد و بیراه گفتن. سوار ماشین شد و در ماشین رو محکم بست. این بار از خودش عصبانی بود. خب تقصیر خودش هم بود. با این حال گفت اگه مجبور نمی شدیم برای برداشتن فلش مموری به خونه برگردیم در پوش شارژر ماشین هم الان توی ایستگاه جا نمونده بود. خودش هم فهمید که این از اون حرفای سطحی و بیهوده‌ایه که آدما از سر عصبانیت میزنن. به هر حال زن و مرد که حسابی اوقاتشون تلخ شده بود دیگه در مسیر با هم دیگه حرف نزدن تا بالاخره به مقصد، یعنی به خونه پدر و مادر اون زن جوان رسیدن. از همون لحظه سلام و احوال پرسی به چهرهشون ماسک لبخند و شادی ظاهری زدند. گرچه خیلی زود این شادی ظاهری به یک شادی واقعی تبدیل شد. مخصوصا وقتی از پروژه هاشون حرف می زدند و اتفاقات لذت بخش و جذاب زندگی مشترکشون رو برای پدر و مادر تعریف می کردند. تا اینکه مرد به اون فلش مموری اشاره کرد و گفت راستی اون نقشه ها و طرحهایی رو که قولش داده بودم براتون آوردم. نقشه ها رو بهشون نشون داد و اونها هم خیلی خوششون اومد و استقبال کردند. مادر پرسید امکانش هست که خود شرکت شما مراحل اجرای طرح و بازسازی خونه رو انجام بده؟ زن بیدرنگ پاسخ داد که شوهرش از قبل این موضوع رو پیش بینی کرده و در این باره با مدیرش هم صحبت کرده، شاید حتی بتونه یه تخفیف خوبی هم براشون بگیره. مرد از زیر میز آهسته و مخفیانه به پای زن ضربه میزنه که حرفش رو قطع کنه. بعد خودش میگه البته باید همه مجوزها گرفته بشه و مدیرانش پروژه رو تایید کنند. هنوز قطعی نیست اما امیدوارم که همه چیز خوب پیش بره و خودمون بتونیم بازسازی منزل جدیدتون رو تا انتهای پروژه براتون انجام بدیم. والدین هم خوشحال شدن، تشکر کردن و گفتن اگه بشه که خیلی عالیه، اگرم نشد اشکال نداره، تو لطف خودتو کردی. بعدم شام خوردن و همه چیز به خوبی برگزار شد، حداقل از دید والدین زن جوان. در راه برگشت به خونه مرد به همسرش گفت میشه دیگه از طرف من به کسی قول ندی و اجازه بدی خودم پاسخ سوالاتی که به من مربوط میشه رو بدم؟ گرچه خودش هم میدونست که این اصلا موضوع خیلی مهمی نبود. مجوزها به احتمال خیلی زیاد مشکلی ندارن و مدیرانش هم به احتمال خیلی زیاد با اجرای طرح موافقت خواهند کرد. اما خب مطابق خلق و خویی که داشت دلش نمیخواست قبل از اینکه از همه چیز به طور 100% و قطعی اطمینان حاصل کنه قولی به کسی بده و خب همسرش هم با این خلق و خوی او آشنا بود. بنابراین بهش گفت آره میدونم، حواسم نبود، یه لحظه هیجان زده شدم، از دستم در رفت، ماجرا رو لو دادم. مرد بازم بیخیال نمیشه و میگه میدونم از دست در رفت ولی برام عجیبه با توجه به شناختی که از حساسیت‌های من داری باز بی‌توجهی میکنی و گاف میدی. دوباره جر و بحثشون بالا گرفت. استرس این روز پرفراز و نشیب هم که بهشون فشار آورده بود باعث شد هر دو حسابی عصبانی بشن و به هم زخم زبونهایی بزنن که واقعا بی‌مورد بود. بعد یه جایی که دیگه انرژیشون ته کشیده بود با یک توافق ناگفته به بحثشون خاتمه دادند. آخرین جمله زن به شوهرش این بود که باشه اصلا تو خوبی من بدم، تو کار درسته و من همیشه مقصرم. حالا میشه دیگه بیخیال شی، انقدر همه چیز رو بزرگ نکنی و کش ندی؟ بقیه راه در ماشین به سکوت گذشت. وقتی رسیدن خونه بقیه شب رو هم هر کدوم دور از هم به کارهای خودشون مشغول شدند و بعد بدون اینکه با هم صحبت کنند به رخت خواب رفتند و پشت به پشت هم دراز کشیدند. هر دو به ذهنشون خطور کرد که بچرخند، عذرخواهی کنند و تلخی و کدورتی رو که ایجاد شده از دل هم بیرون بیارند. اما نهایتا این کار رو نکردند و با همون حس و حال خوابشون برد و احتمالا با خودشون فکر کردن در هر صورت فردا این تلخی و دلخوری فراموش میشه. این 100مین باری بود که مرد جوان این روز رو با همه اتفاقاتش و همه لحظه هاش تماشا می کرد.
جایی در آینده، زمانی که این زن و شوهر جوان درش زندگی میکنند، نرم افزاری وجود داره به نام نرم افزار تصویرسازی از خاطرات. این نرم افزار قادر با استفاده از یک رابط کامپیوتری که به سر وصل میشه، حافظه کاربر رو اسکن کنه. کاربر تلاش میکنه خاطره ای رو به یاد بیاره و نرم افزار خاطره او رو به یک نمایش فیلم مانند تبدیل میکنه. بعد اون فیلم رو در اختیار کاربر میگذارن تا هر وقت خواست بتونه اون رو تماشا کنه. این روز خاص و این خاطره خاص آخرین باری بود که مرد جوان زندگی در کنار همسرش رو تجربه کرد. صبح زود فردای اون روز، وقتی که مرد هنوز خواب بود، زن جوان در مسیر رفتن به محل کار در یک تصادف کشته شد. خاطره روز قبل و چند روز قبلش تنها خاطرات شفاف و واضحی بودند که هنوز در حافظه کوتاه مدت مرد وجود داشتند و برای تصویرسازی قابل بازیافت بودند. مرد عزادار لحظات جداگانه از خاطرات مجزا رو تماشا میکنه، اما مرتب به تصاویر اون روز آخر برمیگرده. چیزی درباره این آخرین روز به طور خاص براش واضح‌تر، محسوس‌تر و واقعی‌تر از خاطره‌های دیگره. هر بار فیلم اون روز رو میبینه، احساس میکنه همسرش در کنارش وجود داره و داره دوباره اون روز رو در کنارش تجربه میکنه. صداشو میشنوه، چهرهشو میبینه، حضورشو در کنار خودش احساس میکنه. اما اونچه که براش سخته اینه که هر بار باید رفتار خودشم ببینه و ببینه که چگونه با اون کسی که دوستش داشت با بی‌صبری و ناملایمتی و پرخاشگری برخورد میکنه. اونم سر چیزهایی که در واقع پیش پا افتاده و بی اهمیت بودند. اوقات تلخی به خاطر اشتباهات ساده و مسائل بی اهمیتی که بسیاری از اوقات خودش مقصر اونها بود. مسائلی که تقریبا همیشه عواقب ناچیزی داشتند. ناراحتی‌های کوچکی که به اختلافات بزرگ تبدیل می شدند. لحظه هایی که می تونستند خوب باشند اما به دلایل نامعقول تباه می شدند. حالا شاهد چنین رفتاری بودن او رو متاسف و غمگین میکنه. با وجود این یادآوری دوباره خاطرات اون روز براش بهتر از همه روزهایی بوده که در غیاب اون کسی که دوستش داشته سپری میشند. معروفه که میگن هر روزت رو طوری زندگی کن که انگار آخرین روز زندگیته. اما کمتر شنیده میشه که بگن هر بار طوری با نزدیکانت رفتار کن که انگار آخرین روز زندگی اونهاست. تلاش کنیم در تعاملاتمون با افرادی که دوستشون داریم تصور کنیم که اگر این بار آخر بود و میدونستیم که بار آخره، چگونه رفتار میکردیم؟ طوری رفتار کنیم که اگر مجبور شدیم اون خاطره رو بارها و بارها به عنوان آخرین خاطره به خودمون یادآوری کنیم، از به خاطر آوردنش متاسف و غمگین نباشیم. دیر یا زود آخرین ملاقات و آخرین تعامل بین دو نفر اتفاق خواهد افتاد. اما مگر در شرایط استثنایی، ما از قبل نمیدونیم که اون آخرین بار کی داره اتفاق میفته. در مکتب فلسفی رواقیگری که 300 سال قبل از میلاد مسیح در یونان باستان به وجود اومد، توصیه شده بود که برای حضور در زمان حال، برای اینکه زندگی رو با همه وجودمون تجربه کنیم و تجربه های پررنگتر و عمیقتری از زندگی داشته باشیم، وقتی کاری میکنیم یه لحظه با خودمون فکر کنیم شاید بار آخره که داریم اون کار رو انجام میدیم. این نگرش تجربه ما رو از اون لحظه کاملا دگرگون میکنه. مردی در زندگی روزمره‌اش صبح همسرش رو میبوسه، ازش خداحافظی میکنه، میره سر کار و شب باز برمیگرده خونه. حالا سربازی که داره به جبهه جنگ اعزام میشه، قبل از سفر زنش رو میبوسه و ازش خداحافظی میکنه، با علم بر این که شاید از جبهه جنگ زنده برنگرده، با علم بر این که شاید این بار آخره که داره زنش رو در آغوش میکشه. در ظاهر هر دو نفر یک کار رو انجام دادند، اما عمق و شدت این دو تجربه خیلی با هم فرق میکنه. از اینکه وقت گرانبهاتون رو برای گوش دادن به آوای فلسفه صرف میکنید
سپاسگزارم. تا دیدار بعدی، خردیار و نگهدارتون.